زمانی برای شروع، اما شروع چی؟ اصلا شروع برای چی؟ آفرین، موفق شدن، موفقیت و رسیدن به اهدافمون. بعضی دیگه خیلی امیدوارن، هی میشینن تا روزی معجزه شه و یکی بیاد موفقیت و ثروت رو بهشون تعارف کنه. بعضی دیگه همش منتظر زمان ایدئال هستن، همش منتظرن یک وقت مناسب از راه برسه و اونا شروع به کار کنن، اونا شروع به عملی کردن برنامه‌شون کنن. زمان ایدئالی وجود نداره، اینو بفهم. زمان ایدئال همین الانه. سنگ و آتیش، تیغ و تیر و هر چیز دیگه ای از آسمون بباره، زمان ایدئال همین امروزه، همین الانه. چیزهایی که تجربه میکنی، چیزهایی که میبینی و کلن زندگی تو همین الانه و همین امروزه. رفیق، زمان داره به سرعت میگذره. کجایی؟ به خودت بیا. تا کی میخوای اینجوری بمونی؟ واقعا زندگی داره به باد میره. اینجوری میخوای زندگی کنی؟ تا کی میخوای اینجوری باشی؟ بس کن دیگه. آره، هنوزم فرصت هست، اما اگه یک ثانیه هم غفلت کنی دیر میشه. دقیقاً بعد از دیدن این ویدیو پاشو اهدافتو عملی کن، افکارتو عملی کن. دقیقاً بعد از دیدن این ویدیو. آخر جمله‌م اینه که هر انسانی که خدا اونو خلق کرده رسالتی هم براش تعیین کرده، پس رسالتتو ادا کن به خوبی. به خانوادت فکر کن یا هر کسی دیگه‌ای که دوستش داری و به این فکر کن که موفقیت تو چقدر روی اونا تأثیر خوب و مثبتی داره. همین امروز و همین الان زندگی تو یک بار برای همیشه تغییر بده. به امید دیدار.